سلام، به کانال خواب و قصه خوش اومدی. امشب براتون قصه ای دارم، آروم اما معمایی. قصه ای راجع به یک کاراگاه به اسم آنا که توی شهر کوچیک خودش در آفریقا یک معمایی رو حل میکنه. اگر شما هم دوست دارین برای آرامش بیشتر و خواب راحت‌تر قصه گوش کنید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و برای حمایت بیشتر لایک و کامنت رو فراموش نکنید. بریم سراغ قصه امشب. اسم من آناست. من کاراگاه نیستم یا دست کم هیچ وقت براش درسی نخوندم. اما از وقتی یادم میاد همیشه عاشق نگاه کردن بودم. نگاه کردن عمیق، مثل کسی که دنبال چیزی توی سایه ها میگرده. میگن آدما از کودکی مسیرشون رو انتخاب میکنن. من از همون موقع که تو حیاط خونمون دنبال رد پای مورچه ها میگشتم، فهمیدم که مسیر من جستجوه. حالا در 37 سالگی زیر آفتاب داغ و روشن کشورم صاحب دفتر کوچیکیم که روی تابلوی چوبی اون نوشتم دفتر شماره 1 بانوان کاراگاهی. تابلو رو یکی از شاگردای قدیمی پدرم ساخته بود. کمی کج و ناهمخونه اما با دل درستش کرده. دفترم درست کنار جاده‌ایه که از شهر کوچیک ما میگذره. روبروی اون یک درخت عقاقیاست که ظهرا سایش تا دم در میرسه. اون وقت من صندلی حصیریم رو میکشم بیرون، چایی میریزم و به عبور کامیون ها نگاه میکنم. بیشتر مردم اینجا منو آنا صدا میزنن یا گاهی خانوم آنا. زنا میان با من درد و دل میکنن، شوهرایی که دیر به خونشون میان، بچه هایی که نامه های عجیب پیدا کردن، گاهی هم چیزای کوچیک ولی سنگین، مثل رازهایی که نمیشه راحت گفت. روزها آروم میگذره تا اون روزی که گریس وارد دفترم شد. گریس یه زن جوان و خیلی زیبایی بود. با چشمایی پر از اشک جلوی من ایستاده بود. یه لباس آبی تنش بود که خاک راه روش نشسته بود. وقتی نشست دستاشو محکم توی هم قفل کرده بود. یه مدتی فقط به زمین نگاه کرد. یه مدتی فقط خیره یک جا نشست. گفتم یه لیوان چای میخوای؟ سر تکون داد. من براش از همون چای مخصوصم ریختم. چایی که با دارچین و برگای خوش شده نعنا دم میکنم. بعدش آروم گرفت. یه نفس عمیق کشید و گفت خانم آنا، من یه کاری ازتون دارم. یه چیزی گم شده یا نمیدونم، شایدم دزدیده شده، نمیدونم. ساکت موندم تا ادامه بده. اون گفت شوهرم دیوید یه دفتر کوچیک داشت
پر از طرح‌ها و نقشه‌هاش. آخه اون مکانیکه. همیشه میخواست یه موتور کوچیک طراحی کنه که با سوخت خورشیدی کار کنه. 2 روز پیش اون دفتر گم شد. همه جا رو گشتیم. ساکت شد. بعد آهی کشید. یه مردی هم تازگی‌ها زیاد به مغازش می اومده. یه مشتری جدید. به نظر آدم خوبی می رسید. ولی من ازش خوشم نمی اومد. میتونین کمکم کنین دفترشو پیدا کنم؟ چایی رو کنار گذاشتم. بوی دارچین هنوز توی هوا بود. گفتم شاید فقط جا گذاشته. نه من همه جا رو دیدم. مطمئنم کسی برده. لبخند زدم. خیلی خوب. از کجا باید شروع کنیم؟ اون آدرس مغازه دیوید رو داد. همون بعد از ظهر با دوچرخم به اونجا رفتم. مغازه انتهای یه خیابون خاکی بود. با سقف فلزی زنگ زده و صدای وزش باد که مثل نی بین شکاف‌ها میپیچید. دیوید یه مرد لاغری بود با چشمای آروم. وقتی خودم رو معرفی کردم یه لبخند کمجونی زد. آنا؟ همون کاراگاه خانوم؟ سر تکون دادم. گریس گفت دفترتون گم شده. سکوت کرد. بعد گفت آره، ولی فکر نمی کنم فایده ای داشته باشه. مردم اینجا هرچی ببینن میبرن. گفتم با این حرف موافق نیستم. همیشه یه دلیل پشت هر کار هست. ازش خواستم دفتر کارش رو نشونم بده. میز چوبی ساده‌ای بود با ابزار و تعدادی نقشه روی دیوار. روی یکی از نقشه ها لکه‌ای از روغن بود که انگار تازه پاشیده شده بود. گوشه اتاق سطل کوچیکی از خاکستر دیده میشد. خم شدم و نگاه کردم. چند تکه کاغذ نیم سوخته تهش بود. یکی رو بیرون آوردم. فقط چند خط با مداد نوشته شده خط خطی ناپیدا روش مونده بود. یه عددی نوشته شده بود 21/7 ب. پرسیدم این چیه؟ دیوید اخم کرد. نمیدونم. شاید یه شماره، نمیدونم. اما حس درونم یه چیز دیگه ای میگفت. اون عدد یه عدد معمولی نبود. شبیه یه آدرس بود. برگشتم بیرون. به خیابون نگاهی کردم. اون طرف یه مغازه بود که تابلوش نوشته بود 21/7 ب. خیابان اصلی. باد آروم میوزید. صدای زنگ یه دوچرخه‌ای از دور می اومد. من لبخند زدم مثل کسی که بوی حل شدن معما رو حس میکنه. همون شب وقتی هوا یکم خنک شد دوباره به اون مغازه رفتم. فروشنده یه مرد چاق و خندان بود.
خودشو مایکل معرفی کرد. مغازش پر بود از قطعات قدیمی ماشین. توی گوششم یه رادیوی قدیمی داشت یه آهنگ محلی پخش میکرد. گفتم من دنبال یه دفتر کوچیکیم. قهوه‌ای رنگه. شاید اشتباهی اینجا افتاده باشه. لبخند زد و گفت دفتر؟ نه، من فقط پیچ و مهره میفروشم خانم کاراگاه. اما نگاهش به یه چیزی پشت پیشخون یهو لغزید. چیزی شبیه یه دفتر. اما من چیزی نگفتم. فقط تشکر کردم و بیرون اومدم. اما ذهنم داشت همینطور تند و تند کار میکرد. توی راه برگشت آسمون پر بود از ستاره. از دور صدای طبلای محلی می اومد. با خودم فکر کردم که چرا یه مردی مثل مایکل باید از دیدن یه دفتر ساده اینقدر یهو مضطرب بشه؟ مگه توی اون دفتر چی بود؟ وقتی رسیدم خونه گریس زنگ زد. خانم آنا، یه چیز عجیبی شده. امروز یه نفر اومده بود مغازه دیوید. گفت یه دفتر قدیمی خریده ولی وقتی بازش کرده صفحه ها همه سفید بوده. لبخند زدم. سفید؟ یعنی هیچ نوشته‌ای نداشته؟ نه، فقط یه برگه وسطش بوده با همون عدد 21/7 ب. نفس عمیقی کشیدم. اما حالا داشت رنگ می گرفت. اما یه چیزی درونم می گفت که این فقط یه سرقت ساده نیست. گاهی آدما یه چیزی رو می دزدن که خودشونم نمی فهمن چرا. چون فکر می کنن اون شی یه رازی داره که می تونه نجاتشون بده. اون شب روی صندلی حصیری نشستم. بوی خاک بعد از بارون بلند شده بود. یاد دفتر، عدد، نگاه‌های مایکل افتادم. میدونستم فردا باید زودتر برم مغازش. باید برم زودتر و مغازش رو بگردم. صدای جیرجیرک ها توی تاریکی میپیچید و من حس کردم که معما مثل بخار چایی تازه شروع شده. صبح زود بود که به مغازه مایکل برگشتم. آفتاب هنوز پایین نبود. یه نسیمی از سمت دشت می اومد. زمین از شب گذشته هنوز خیس بود. بوی خاک نم خورده مثل چای تازه دم کشیده توی هوا پیچیده بود. در رو که باز کردم صدای زنگ کوچیکی بالای سرم لرزید. مایکل پشت پیشخون وایساده بود. با دیدنم یه لبخندی زد، اما لبخندش مثل دیروز نبود. توی لبخندش یه اضطراب، یه نگرانی پنهون شده بود. گفتم صبح بخیر مایکل. ببخشید که زود مزاحم شدم، ولی فقط یه سوال کوچیک دارم. اون گفت البته خانم آنا، چی لازم داری؟ گفتم دیشب با یه عدد عجیبی برخورد کردم. 21/7
به. نمیدونی ممکنه به چی داره اشاره میکنه؟ منظورش چیه؟ برای لحظه ای مکث کرد. بعد گفت شاید یه شماره انبار باشه. چطور؟ به آرومی لبخند زدم. چون همون عدد روی تابلوی مغازه تو هم هست. رنگ از چهرش پرید. دستش روی میز لرزید. من ادامه دادم اون دفتر کوچیک همونی که دیشب پشت میزت بود. همونیه که دنبالشم. درسته؟ ساکت شد. بعد یه آهی کشید. آره، ولی من چیزی ندزدیدم. از پشت میز دفتر رو بیرون آورد. جلد قهوه‌ایش با لکه‌های چربی پوشیده شده بود. دفتر رو گذاشت جلوی من. گفتم چرا بردیش؟ چشماش پر از خستگی بود. چون فکر کردم توش یه چیزیه که میتونه زندگیمو عوض کنه. اون دفتر همیشه روی میز دیوید بود. میگفت یه اختراع جدید داره. یه موتور کوچیک که بدون سوخت کار میکنه. منم کنجکاو شدم. و وقتی دفتر رو باز کردی چی دیدی؟ هیچی. فقط صفحه های سفید. سکوت کردیم. صدای باد از درز سقف رد می شد. من گفتم شاید راز اون دفتر توی نوشته‌هاش نبوده. توی نیت پشتش بوده. با حیرت نگام کرد. ادامه دادم بعضی دفترها پر از عدد و طرح نیستن. پر از امیدن. شاید دیوید دفترش رو سفید گذاشته تا خودش باور کنه هنوز چیزی برای ساختن هست. مایکل سرشو پایین انداخت. صداش گرفته بود. من خیلی خستم خانم آنا. کار و زندگیم سخت شده. وقتی دیدم اون دفتر همیشه کنار دست اون مرده، حس کردم منم باید چیزی برای امید داشتن پیدا کنم. برای همین بردمش. نه برای دزدی. دستم رو روی دفتر گذاشتم. امید رو نمیشه دزدید مایکل. اما میشه از یکی دیگه یادش گرفت. یه لبخند محوی زد و گفت اگه بتونی دفتر رو بهش برگردونی لطفاً ببر. دفتر رو گرفتم. تشکر کردم و بیرون آمدم. آفتاب بالا اومده بود. نور طلایی روی خاک داغ می درخشید. توی راه برگشت به صفحه های سفید فکر می کردم. گاهی نبودن نوشته از 1000 کلمه بیشتر معنا داره. وقتی به مغازه دیوید رسیدم، اون و گریس کنار هم ایستاده بودن. با دیدن دفتر، گریس لبخند زد و اشک توی چشماش جمع شد. دیوید دفتر رو گرفت، ورق زد و یه چیزی گفت که تا همیشه توی ذهنم باقی میمونه. من هر بار که ناامید میشم یه صفحه سفید باز میکنم. یعنی هنوز یه فرصت دیگه هست. من لبخند زدم و بهش گفتم
پس حالا دوباره شروع کن. باد ملایمی اومد و صفحه های دفتر تکون خوردن. انگار خود خورشید داشت تشویقش میکرد. اون روز عصر وقتی به دفترم برگشتم، روی صندلی حصیریم نشستم. چای ریختم و چای نوشیدم. از پنجره آسمون نارنجی می درخشید. پرنده ها به سمت دشت می رفتن. روی میز دفترم یادداشتی گذاشته بودم. بعضی رازها برای پیدا شدن نیستن. برای یادآوری‌اند. یادآوری امید، مهربونی و اینکه هنوز میتوان ساخت. صدای جیرجیرک ها بالا رفت. من چایم رو نوشیدم و دفتر کاراگاهی شماره 1 رو بستم. با یه لبخند آروم، مطمئن از اینکه فردا هم کسی دیگه با داستانی تازه از در چوبی اون وارد میشه. امیدوارم که دیگه تا الان خوابتون برده باشه و تا اینجای قصه رو نشنیده باشین. اما اگر تا انتهای قصه بیدار موندین و همراه من بودین، ازتون ممنونم. امیدوارم از این لحظه به بعد خواب شیرینی رو تجربه کنین. شبتون آروم.